فروشنده یک بار مصرف و تاریخ مصرف دار نباشیم. تو این ویدیو یکی از روش‌های وفادارسازی مشتری به کسب و کار شما رو میخوام بهتون بگم. این ویدیو کاملا آموزشیه و در مورد فروشه و برای بیشتر فروختن کسب و کار شما طراحی شده. پس حتما تا آخر ویدیو رو بچه با من همراه باشین، ویدیو رو کامل ببینید. سعی کنین از اون نکاتی که میگم یادداشت برداری کنین که فراموش نکنین و بتونین تو کسب و کار خودتون از این نکته ها استفاده کنین که بتونین فروش بیشتری داشته باشین. یکی از روش‌هایی که شما میتونید فروش زیادی تجربه کنید داخل کسب و کارتون اینه که مشتری هاتون رو وفادار به کسب و کار خودتون کنید. چرا گفتم فروشنده یک بار مصرف و تاریخ مصرف دار نباشین؟ فروشنده ای که میاد فقط به فکر یک بار فروختنه باعث میشه که یه سری کارهایی رو انجام بده، یه سری قوانین رو رعایت نکنه و تو ذهن مشتری این فروشنده کلاهبردار یا اینکه آدم نادرستی شکل بگیره و دفعه بعد به سمت فروشگاه شما نیاد، چه به صورت آنلاین چه به صورت حضوری نیاد و خریدی از شما انجام نده. اون فروشنده‌ای که واقعا کار درسته و میتونه مشتریاشو جوری تربیت کنه، ما باید بعد از اینکه مخاطبایی رو جذب فروشگاه خودمون کردیم، جذب کسب و کار خودمون کردیم، اون فروشی که میخوایم انجام بدیم مشتری رو یه جورایی تربیتش هم کنیم که بعدا سری بعدم باز به محل کسب و کار ما بیاد و از ما خرید کنه. اون فروشنده برنده است. چرا؟ چون مشتری هایی که به یک کسب و کار وفادار میشن و سعی میکنن سری هایی بعدم از اونجا خرید کنن، باعث میشن که یه جور تبلیغات دهان به دهان برای اون کسب و کار بشن که بتونن افراد دیگه، دوست، آشنا، رفیق، خانواده رو به سمت همون کسب و کار بیارن و هر یک نفر تقریبا بین یه چیزی 10 الی 15 نفر رو میتونه به سمت کسب و کار شما بیاره و کسب و کار شما رو به اونا معرفی کنه که اونا هم بیان خرید از شما داشته باشن. و این یکی از روش‌هاییه که شرکت‌های بزرگ دارن ازش استفاده میکنن، استفاده خیلی خوبی انجام میدن و این اعتماد سازی و وفادار سازی یه چیز درونی این روشی که میخوام بهتون بگم برای هر فروشنده قابل اجراست و میتونه انجامش بده. و فروشنده باید اینو، بعضی از فروشنده‌ها این روش رو ذاتاً دارن و بعضی از فروشنده‌ها این روش رو باید اکتسابیه به دستش بیارن. این روش خوش اخلاقیه، خوش برخوردیه. اخلاق خوب، خوش برخورد بودن تو هر کسب و کاری واقعا جواب میده. فروشنده‌ای که واقعا وجدان کاری داره و اون مشتری که به سمتش داره میاد و میخواد این محصولی رو خرید کنه، با حس خوب، با خلاقیت، با اخلاق خوب، با رفتار خوب مشتری رو راهنمایی میکنه، محصول رو بهش معرفی میکنه و یه جوری برخورد میکنه که مشتری ازش زده نشه. فروشنده‌هایی که باعث میشن مشتری از اونها زده بشه، از اون کسب و کار زده بشه، دیگه به سمت اون کسب و کار مشتری نمیاد و طی 1-2 سال آینده اون کسب و کار از پا در میاد و نمیتونه فروشی داشته باشه. اون فروشنده خوبه که بتونه مشتری هاشو نگه داره. مثال واضح براتون بزنم کامل درک کنین این موضوع رو. یه فروشنده وجود داره که ساندویچ رو میفروشه. یه ساندویچ رو در نظر بگیریم در سطح شهرتون، تو همون محل خودتون. شما وارد اون محل میشین، میخواین ازش ساندویچ خرید کنین. حالا گشنتون شده، به هر دلیلی میخواین یه ساندویچی خرید کنین بخورین. میرین داخل فروشگاه، وارد که میشین این طرف بدقنقه، بهش میگین فلان چیزو میخوام، باشه بشین حالا من میزنم بعد میارم. خب اینجور رفتارا باعث میشه که مشتری فرار بشه. حالا فرض کنین یه آدمی اون پشت اون دخل و اون ساندویچیه که خوش برخورده. مثلا شما وارد میشین، فامیل شریف ما مثلا آقای محمدیه، ایشون هم آقای احمدی. آقای محمدی که وارد میشه، سلام آقای محمدی، حال شما خوبین؟ سلامت، خیلی خوش اومدین، در خدمتتونم، بفرمایید. خب همین سلام پرشور باعث میشه که اون مشتری حس خوبی، خیلی خیلی خوبی پیدا کنه. بعد فرض کنید شما سفارشتون رو دادین، پولم پرداخت کردین، نشستین دارین غذاتون رو میخورین داخل همون ساندویچیه. این فروشنده خوبمون میاد میگه آقای محمدی نیازی به سس دارین؟ سس اضافه براتون بیارم، چون هر کسی که داره ساندویچ میخوره 100% نیاز به سس پیدا میکنه. اگه 2 تا هم داشته باشه باز استفاده میکنه و ته ساندویچه اگر دقت کنین همیشه سس ما کم میاره. و وقتی یه فروشنده اینقدر با شخصیت باشه که این پیشنهاد رو به اون مشتری خودش بده، بگه آقا الان سس رایگان هم میتونم بهت بدم، یه دونه سس رو برداری بهش بدی که خوشحال بشه و پولی هم ازش نگیری، به نظرتون اسم شما، اسم کسب و کار شما و اون کوچه‌ای که داخلش هستین و دارین ساندویچ میفروشین، به نظرتون نمیره داخل ذهن اون مشتری بشینه و حک بشه؟
و هر زمانی که نیاز به ساندویچ داشته باشی یا محصول دیگه یا غذای دیگه، هر فروشگاهی میتونه از این استفاده کنه. به این تکنیک میگن تکنیک هدیه دادن. یه سری هدایا، یه سری خدمات شما در نظر میگیرین که ارزش آنچنانی نداره و ضرری برای شما هم نداره. حالا اگر ضرری هم داره در حد کم، اینا رو به صورت رایگان به مشتری هاتون پیشنهاد میدین و میدین که باعث بشه مشتری حس برد پیدا کنه. وقتی مشتری حس برد پیدا کنه، حس خوبی از شما میگیره و در آینده و اون کسب و کار شما و اسم شما داخل ذهنش حک میشه و هر سری میتونه آدم‌های زیادی رو برای شما معرفی کنه و بیاره تو کسب و کار شما و شما محصولاتتون رو بهش بفروشید. و همین یه تبلیغات، یه ترفنده برای تبلیغات دهان به دهان که بتونید ازش استفاده کنید و تو کسب و کارتون فروش زیاد رو تجربه کنید. هر کسب و کاری واقعا میتونه از این استفاده کنه. حالا تو اول ویدیو بهتون گفتم که کسب و کارهای بزرگ دارن از این موضوع استفاده میکنن. مثلا اسنپ خیلی حرفه‌ای داره از این استفاده میکنه. اسنپ میاد یه سری تخفیف‌ها برای مشتریاش قائل میشه. میگه شما بر فرض مثال، من هم چند روز پیش یه اسنپ باکسی میخواستم بگیرم، گفت که یه تخفیف برام فرستاده بود 45000 تومان، اسنپ باکس گرفتم 113000 تومان. خب وقتی این کد تخفیف رو وارد کردم تقریبا 45000 تومان از این قیمتی کم کرد. چقدر به نفع منه و مشتری واقعا خوشحال میشه. میگه به جای 130000 تومان 60 خورده ای من هزینه کنم، خودش راضیه، بنده هم راضی و سری بعد هم ازش استفاده میکنم. در صورتی که تپسی نمیاد از این قابلیت ها استفاده کنه، فقط رو قیمت پایین تاثیر گذاشته. حالا اسنپ از قیمتش از تپسی بیشتره، فروشش هم بیشتره. پس همه چیز تو کسب و کار قیمت نیست. باید یه سری کارها رو انجام بدیم که اون مشتری شما رو به هیچ کسب و کار دیگه ای ترجیح نده و اینه که باعث میشه شما یه هرمی از مشتری ها در سالهای آینده کسب و کارتون داشته باشین که رشد زیادی کنین و اون کسب و کارهایی هم که ضعیفن و از این تکنیک ها استفاده نمیکنن تا 1-2 سال بعدشون واقعا از پا در میان و نمیتونن از پس هزینه هاشون، از پس مخارجشون برمیان، چون خودشون رو باید تیکه پاره کنن که مشتریای جدید بیارن و مشتریای جدیدی که میان دیگه نمیمونن، یک بار میخرن و میرن و این باعث میشه که یک کسب و کار با سر بخوره زمین و اینکه کلا فقط به فکر جذب مشتری جدید باشه و نتونه رشد کنه و تو همون سطح و لول باقی بمونه که کم کم توسط رقبا از بازار حذف بشه. پس اگر شما هم میخواین کسب و کارتون موفق باشه و مشتریاتون وفادار به شما باشن، باید از یه سری تکنیک‌ها استفاده کنن که این یه روش بود که بهتون گفتم. و اگر دوست دارین آموزش‌های بیشتری ببینین و اگر دوست دارین آموزش‌های رایگان بیشتری ببینین، میتونین همین الان کانال یوتیوب من سابسکرایب کنین، چون تازه راه انداختم، یه سری قوانینش هم نمیدونم. و اگه این ویدیو براتون مفید بود لایکش کنین، کامنت بذارین برام. اگر از این تجربه داشتین کامنت بذارین و اگر نداشتین و اگر میخواین فروشتون بیشتر بشه، میتونین اسم کسب و کارتون رو داخل این کامنت ها بنویسین که من بیام بررسیش کنم و چند تا ترفند و تکنیک بهتون بگم که بتونین افزایش فروش رو داشته باشین. و این یه آموزشی بود که من سعی کردم تو طول 10 دقیقه براتون ضبط کنم که بتونین استفاده کنین و براتون کاربردی باشه. اگر مفید بود حتما لایکش کنین و کانال رو داشته باشین. یا حق